با سلام خدمت شما دوستان عزیز. بله، کنار میانرود شیراز هستیم و اومدیم برای شکار سنگ. خیلی تشکر میکنم آقای زندی عزیز استادمون که با راهنمایی ایشون من اومدم این منطقه و برای شکار سنگ که همین اول کار یه چند تا تیکه شجر پیدا کردم که تقدیم نگاه شما دوستان عزیز میکنم. بله، اینم یه تیکه دیگه شه. اینم یه تیکه دیگه شه اینجا معلوم میشه. بله، با چند دقیقه فاصله شجر دومم پیدا شد که البته این شجره خیلی ریزی داره، ولی خب خیلی جالبه. بله، و بعد از چند دقیقه دیگه یه تیکه شجر خیلی خوب دیگه پیدا کردیم. اینم در میارم ببینم چجوریه. عالیه. واقعا عالیه. بله، و اینم شکار امروز ما اطراف شیراز میانرود که به لطف استاد زندی عزیز یکی از روزهای خاطرانگیز و به یاد ماندنی شد. امیدوارم که شما دوستان عزیز لذت کافی را برده باشید. فقط یه چیزی که هست دوستان عزیز، این شجرهای ریز اینا بیشتر به اوپال دندریت میخوره و شجرهای سرخ، معذرت میخوام، عیقای سرخ، عیقای سفید، عیقای سبز و شجرهای ریز و همچنین اینا که به اوپال دندریت شباهت خیلی زیادی داره.